کرج جایی نیست که کسی بخواد راجعش بد حرف بزنه، کسی بخواد مفت بچه‌هاشو ببره یا مثلا بی‌احترامی چیزی بکنه. همه آدمای خط قرمزی دارن دیگه. 4-5 روزه با یکیشون که دعوا کرده بودم و عاشقشون شدم، این پسر شایان. رفقا سلام، به یه ویدیوی دیگه از کانال تهران حواشی خیلی خوش اومدین. خوشحالم که با یه ویدیوی دیگه در خدمتتونم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما کانالو ساب کنین. همون جوری که هممون در جریانی، ممزی و سجادشاهی مدت زمان طولانیه که با هم مشکلات زیادی رو دارن. این بیف اونقدری هم بزرگ شد که حتی به زد و خوردم کشیده شد و داستان‌ها و جنجال‌های زیادی رو به پا کرد. اول از همه و استارت این قضیه ها هم این بود که ممزی میخواست سجادشاهی رو مفر کنه، اما مثل اینکه موفق به این کار نشده بود و سجادشاهی محل رو ترک کرده بوده. این نکته هم بگم که ممزی خودش قصد زدن سجادشاهی رو نداشته، چون اصلا ایران نیست و افرادی از طرف ممزی برای این کار انتخاب شده بودن. بعد از اینکه این اتفاق با همه داستانا و حواشی که در برداشت تموم شد، دوباره با اومدن سیا به تهران قضیه ها از اول شروع شد، اما این دفعه سجادشاهی و تیمش بودن که برای دعوا به لوکیشن سیا رفته بودن. طبق صحبتایی هم که تیم ممزی و دوستان سیا انجام داده بودن، مثل اینکه شخصی لوکیشن سیا رو به سجادشاهی داده بوده و در ادامه هم منجر به این اتفاق و زد و خورد شده بوده. این اتفاق هم با همه زد و خورد و حواشی که در برداشت تقریبا تموم شده بود، تا اینکه خود ممزی وارد جریان شد و یه سری صحبت‌ها توی چنل تلگرامش انجام داد. در ادامه بریم با هم دیگه این صحبت‌هایی که ممزی انجام داد و بشنویم و برگردیم. سلام همه برای وکس اومه. امروز اومدم اینجا چی بگم. آدم هیچ موقع نباید یادش بره کجا اومده. من الان 19 سال ایران نیستم، ولی هر جا میرم هر کی ازم میپرسه بچه کجایی، میگم بچه کرجم. تقریبا الان فکر کنم 12 سالم هست. کد قبلی کرج اون موقعی که ما کرج بودیم 0261 بود. اونم تاتو زدم رو شیکمم. آدم رو شیکمش مین ترین چیزشو تاتو میزنه دیگه، میدونی. من تاتو کرجو میکشم، رفیقام همه بچه کرجن، خانواده هم همشون ما اصلا کلا کرجیم، میدونی. آدم هیچ موقع نباید یادش بره کجا اومده. پرچم کرج تا ابد بالاست. یه سری هم که تو کرج با من حال نمیکنن، باز دم اونا هم گرم، عاشق اونا هم من هستم، چون بچه کرجم. کرج جایی نیست که کسی بخواد راجعش بد حرف بزنه، کسی بخواد مفت بچه‌هاشو ببره یا مثلا بی‌احترامی چیزی بکنه. همه آدمای خط قرمزی دارن دیگه، میدونی. من خط قرمزم خانواده‌ام هم همه کرجیان. پس هیچ موقع اگه بچه کرجی نذاریش کی به کرج بی‌احترامی بکنه، یا از هر جایی که هستی دیگه نذار هیچکی از اون جایی که اومدی، از اون جایی که زندگی میکنی، از اون جایی که از آب شیرش یه لیوان آب میگیری میخوری خونته، نذار کسی بی‌احترامی بکنه. این حاشیه و این چیزا رو هم بذارید بگذره بره، تموم شه. با جنگ و دعوا هیچ موقع هیچکی به جایی نرسیده. عشقای من این وایب بد و نگاتیو هم از بین ببرین، دعوا موارد رو کم بکنید دیگه، تمومش کنید دیگه، میدونی. دوستتون دارم. پرچم کرج تا ابد بالاست داداش. عشق من چشم فدا. بله، صحبت‌های ممزی هم در خصوص این اتفاقات و حواشی که پیش اومده بود رو با هم دیگه شنیدیم. این صحبت‌هایی که ممزی انجام داد در حالیه که چند روز قبلش یه لایوی توی اینستاگرام با کاوه و رسام گذاشته بود و توی اون لایو ادعا کرد که طی روزهای آتی اشخاصی رو برای زدن سجادشاهی میفرسته بالا سرش، اما طبق این صحبت‌هایی که با هم شنیدیم موضع رفاقت رو پیش گرفته و به نظر میرسه که قصد انجام این کار رو نداره. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم این قضیه ها تا کجا پیش میره و این بیف تا کی ادامه داره. این قضیه ها رو که بذاریم کنار، امروز سپرخلصه توی صفحه اینستاگرامش یه لایو گذاشت و در مورد اتفاقات و حواشی که این چند وقت توی رپ فارسی پیش اومده بود یه سری صحبت ها انجام داد و همه رپرها رو دعوت به دوستی و رفاقت کرد.
نکته جالب این لایو هم حضور 021 کید و پوریا درویت و اشکان کاگان بود که پوریا و اشکان توی کامنت های این لایو در حال درگیری و مسخره کردن همدیگه بودن. در ادامه بریم قسمت هایی از این لایو رو با همدیگه ببینیم و قسمت ویژه‌ای که سپر خلسه توی اون پوریا درویت رو میاره بالا توی لایو و دعوت به دوستی و رفاقت میکنه، اما پوریا درویت خیلی جدی نمیگیرتش و یه سری صحبت ها انجام میدن که در ادامه با هم دیگه ببینیم. ولی فایت هم نکنید به خود من ریش سفیدم بگم تو به خود ما فایت میکردیم نتیجهش همش انرژی منفی بود. یه کامیونیتی کوچیکی میگه من خودم انقدر این کارو کردم الان پشیمونم. نکنید دیگه ریش سفید من رو ببینید با هم فیت بگید به جای فایت فیت فقط یه الفش میره فیت. آخه خدا مردم هم حال کنن، مردم ویدیوی زدن هم دیگه شما رو ببینن چه حالی میکنن به جز اینایی که فقط پیرشون رو بخوره. ضربه هم نزنید، ادبی بزنید خدا. 4-5 روزه با یکیشون که دعوا کرده بودم و عاشقشون شدم. این پسر شایان رگ رو نمیدونم میشناسین، شمشی گنده. من واقعا دوستش دارم اون پسر رو، عاشقش شدم. نه دیگه ببین تو ته قلبت عشق من میدونم آجی نکنید دیگه. بعد رو قرآن نکنید. از در عاشقی هم میخوایم بریم تو حاجی باز رامون نمیدن. فوش میدیم رامون نمیدن. میخوایم عاشق شیم رامون نمیدن. نه چیکار کنم من؟ در خوب رو راه میدن چرا راه ندن داداش؟ میدونی از در محبت باید برم. عشق منی دیگه خلاص موضوع خودت باش. داداش آقا میخوام عشق کردیم ما داداش چشای منی. من همه رو دوست دارم. من همینجا اعلام میکنم همه رو دوست دارم. اینجا خونه بلاله. بله قسمت هایی هم از لایو سپر خلسه در مورد این اتفاقات و حواشی که پیش اومده بود رو با هم دیگه دیدیم. این تصاویری هم که الان دارید مشاهده میکنید تعدادی از تصاویریه که بعد از حواشی و داستانهایی که بین پوریا درویت و بچهای بلاد پیش اومده بود در حال ساخته شدن و منتشر شدنه. توی قسمتی از این لایو هم پوریا درویت گفتش که کاگان حرف نداره و اشکان کاگان هم پایینتر از پیام پوریا کلمه عشق رو کامنت کرد. حالا اینکه منظور اشکان کاگان سپر خلسه بوده یا پوریا درویت هنوز مشخص نیست. در آخر هم و بعد از گذشتن همه این اتفاقات و داستان‌ها و حواشی که توی رپ فارسی پیش اومد نظر شما چیه؟ خیلی خوشحال میشم اگه حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. و یه بار دیگه هم ممنونم که تا آخر یه ویدیو دیگه هم همراه هم بودید. خوشحال میشم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید، کانالم حتما ساب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید باخبر بشید و خانواده‌مون بزرگتر بشه.